نکاح را که گذاشت وقتی که ما نکاح میکنیم وقتی که میبینیم فرزندایی که به دنیا میآید او لذتش دیگره. یک آدمی که از راه غیب میاره فرزند میبره فرزندش میبینیم بیتا چی مصرها میپرداید. راه حلال راه حلاله. راه حلال یعنی چی؟ راه درست. اینا نگاه کنین، نگاه میگه هذه سنن ربانیتون خیر البشریه فمن تمسک بها سلم و فاز و من اعرض عنها هلک و خسر. میبینید این سنت ربانیه. کسی به این چنگ بزنه سلامت میمونه، سربلند میشه. این اوزایمی جوان هم ببینیم با سری بلند به خونه چی حضرت ایشون آمده گه با سری بلند. اگر با غیر نکاح میومد این خیلی آمده نمیتونست. نگاه کنین شما سنت چخیله وقتی که من هذه سنن ربانیتون خیر للبشریه فمن تمسک بها سلم و فاز. هر کسی به این چنگ بزنه سلامت میمونه. روزی ببینیم کسانی وبای هستیم 21 و 20 نگاه کنیم تمام دنیا را تا 40 میلیون مردم این کسان مبتلا هست. روزی نگاه کن وقتی که به ایران میآید برای درست میاد و سلامتی میروه. کم آدمی که نوزا میلا آدمای زیناکارن که در کسالای مبتلا نشن، در این کسالای اسپید مبتلا نشن. یعنی کسی برای نکاح میروه در سلامتی است و فاز میگه سربلند ای آدم. و سری بلند چی؟ به همون خانه همون دختردار میروه. جوان هم میبینی که همه خیلی شیری خداواره اومده سای خاندانم چیه؟ خرسند ای. میبینم میگه این جوان تر و تازه ای کجا آمده واردی خانه؟ برای اسلام آمده ای، برای قرآن آمده ای، برای رضای الله آمده ای، برای رضای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده ای. واردی چی؟ واردی خانه. میگه من تمسک بها سلم و فاز و من اعرض عنها هلک و خسر. هر کس از نکاح رو بگردانه هلاک میشوه، زیان دیدگی ای. از زندگی زیان میبینه. از زندگی چی؟ زیان میبینه. برای اگر نگاه کنیم نکاح یک چیزی است که ما و شما را جمع کردگی ای. ما و شما را چی؟ جمع میکنه. چی جمع میکنه ما و شما را؟ اسلام ما و شما را جمع میکنه. ما و شما را چی جمع کرده میتونه؟ بغیر اسلام میگم کسی جمع کرده که نمیشوه. بغیر ایمانش کرده جمع کرده نمیشوه. مسجد ها عشق فریاد نمیکنه کسی که ای بیا وقتی نماز که میاد ایمانش اومده که به مسجد میبره. او جواره که میبره به مسجد ایمانش میبرش. هیچ که اوجا بردش نمیتونه. اسلام میبرش او را. میبینی جوانی تر تازه همین خیل دستاش بستگی پیش الله عشق میرزانه. این کی است؟ این جوان ایمان است، مجسمه ایمان است. ببینید صلاح الدین ایوبی را من یک مثال برای جوانان میارم. وقتی که بیت المقدس محاصره کرد، بیت المقدس محاصره کرد چخیلی گازیر بیت المقدس در دست یهودی است. وقتی که صلاح الدین ایوبی این جوان تر تازه جوان مجسمه پر از ایمان نیروی ایمان قطعی برآمد. وقتی که بیت المقدس محاصره کرد، وقتی که گیرل یهود برایش مکتوب نویسان ای صلاح الدین ایوبی توی راهی را انتخاب کردگی در این کم انسان ها کامیاب شدگیان و لاگو که من یعنی چنان مبارزه میبرم این محاصرت از ما بین میبرم و شکست میتیم. نوزم بلاگو میرم قبر پیغمبر تنه کنم در مدینه، استخوانهای پوسیده شا از درون قبر میبرارم. این گنرال یهود این وقت چه گفت؟ صلاح الدین ایوبی که مکتوب از دستش رسید گفت سلام یا رسول الله، سلام من بر تو تا من زنده یم. اینها را دست درازی به سوی تو کردن نمیتونن اینا. ولی من انتخاب این امت اسلامی از اینا میگیرم. وقتا که بیت المقدس محاصره کرد تمامش شکست داد، گنرال قپید گفت که اگر قسم به الله به من توهین میکردی بخشیدت میتونستم. دیگه به یک کسی توهین کردی که خدا میگه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبر برای مومینا از جانهاشون ده، از مالهاشون ده، از فرزندهاشون ده، ای هستیشون ده قیمتر ای. قسم به الله گو بخشیدت نمیتونم. تو قبر پیغمبری ما را میکوبی، استخوانی او را میبراری. او گنرال و قتل رسانی. صلاح الدین ایوبی جوانی بود که تر تازه بود. جوانان همه کار انجام میتین.
جوانی که تر و تازه، عبادتش دیگره، عبادت جوان دیگره، عبادت مصطفی دیگره. برای همین عبدالرحمن میگه، عبدالرحمن جامی میگه در جوانیت سعی کن، گر بی خلل بخواهی عمل، میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر. درختی نوبر 3 تا یا 4 تا میبنده چیه؟ تر تازه. مصطفی چی دی؟ مانندی درختی است که پیر شده، درختی پیر شده میوهش یعنی چی است؟ یعنی ضعیفه. برای همین برادران عزیز من شما را گفتنیم که در زندگی ما باید ما و شما جوانی را غنیمت بدانیم. جوانی هم یک نعمتی است که برای ما و شما والاترین نعمت چیه؟ جوانیه که باید ما این جوانیمون در زندگیمون غنیمت بدانیم که این جوانی هم یکی از نعمت‌های الهیه که در دست ما جوانان دادگیه. جوانان، این جوانان یک نیروی هستند که این جوانان هر کاری کرده میتونن. برای اگر در هر تاریخ اسلام ببینیم جوانان فاتحان بودن. امروز جوانان چیه؟ جوانان را ببینیم فاتحان دولت‌های اگر ببینیم اگر اسپانیا را که جوان فتح میکنه، استانبول امروز را محمد ابن فاتح فتح میکنه. چرا امروز جوانان ما را بی غیرت کردن، نرکمن کردن، دیسکمن کردن، خانه ویران کردن، عروس را میارن متاسفانه میبرنش به آبهای دیده. برای چی؟ جوان میگه دیسکمن بده بابای مولا یا نرکمن بده. برای جوانان خطونه بخپین. این زمان حذر از عصر نو، عصر فساد است، علاجش مسلمان را اتحاد است. امروز مسلمانان باید متحد شوند، باید بدانند که نیزت و عزت و آبرو شرف ما و شما در اسلام ایمان است. برای همین جوانان زندگی را ما از مانند صلاح الدین ایوبی و جوانانی که آنها پرچمبردار اسلام بدن، اگر ببینیم محمد ابن فاتح تا استانبول که هست نام محمد ابن فاتح هست، اولین باره که وارد می شود گنرال همون زمان میآید پیشش میاره، به وقتا که دنیا را در پیشی محمد ابن فاتح میمانه. این جوانی تر تازه میگه این چی است؟ میگه من برای تو هدیه آوردم. میگه من هدیه ای را قبول ندارم. من هدیه ای که من الله داده، ای همه هدیه بالاترین هدیه ایمان ای، ای همه هدیه بالاترین برای ما و شما هدیه ایمان ای. هر جایی که ایمان ای اوجا آبرو عزت ای. خدا چی میگه؟ العزت لله ولی رسول ولی المؤمنین ای. مؤمنان عزیزن. همون زنه که ایمان نداشته باشه شوهرش عزیز احترام نمیکنه. عزت در چی ای؟ در همون ایمان ای. همون پدر، همون شوهرم که باشه ایمان که داره، دختر این خانه را که میبره باید چی باید فکر کنه؟ باید که جای چند نفری را پر کنه. که همین جوان جای پدر را باید پر کنه، جای مادر را پر کنه، جای برادر را پر کنه. برای چی؟ این دختر همه اینا را خیر خوش میکنه. این جوان انتخاب میکنه. وقتا او دختر به او خانه میروه جای باید پدر جوان پر کنه. میگیره در آغوش بگیره این زنه بگه این جوان این دختر همه دارایی تر کردی، پدر مادر تا گذاشتی، به خانه من آمدی. تو می احتیاج داری که من چنان مهر کنم که همه این جای اینا را خالگی یا آنها را پر کنم و پری آنها را باید پر کنه. خالی باید نمانه. باید جوان همی که باید اندیشه کنه. یا زن پیغمبر خدا گفتن خیر النساء امرأة اذا نظرت الیها سرتک اذا امرتها اطاعتک اذا خفت عنها حفظتک فی مالک و نفسک. گو پیغمبر خدا بهترین زن گو همه زنی است که گو پیغمبر شوهر به سویش نگاه میکنه او را خرسندش میسازه، به استقبال شوهرش میآید. وقتا که شوهر از کار میبراید، این جوان از کار که میبراید مانده و خسته شده است، به خانهش که وارد میشود زنی با ایمانش مقابلش میآید. شوهر جان چه زحمتی برای ما کشیدی، چه عذابهای کشیدی. پیشواش میبراید او رو مهربانانه وارد خانهش میکنه. پیغمبر خدا گفتن بهترین زن همان زنی است که شهوتش خرسند میسازه. شوهر که نگاهش کنه در چهره‌های زن خرسندی را میبینه. ایزا وقتا که در غایب شوهرش آبروی شوهرش محافظت میکنه.
محافظت میکنه، یعنی شهورش میداند که این آبروی شهور آبروی هست که باید را در زمین نماله. این شهوری است که برای امروز تا بیگانه را عرق جبین رزانده است. برای کی؟ برای زن و فرزندش. خدای نکردن بسیار زنهایی هستن امروز که میبینیم شوهراشون خیانت کردن، لیکن خیانتشون امروز رسواشون کردگیه. و الله که این الله از ذاتی هست که کسی نباشه جا و جاش میکند. گمان نکنید شما خداوند این چیزا را ندیده است، همه را دیده ایستاده ای. و همه حالت باید ما و شما چی؟ همیشه ایستادگری کنیم، در هر کاری میکنیم باید اندیشه کنیم. گفتم جوان باید جای پدر و مادر، جای برادر، جای همه را پر کند. و این زن هم که باشه پیغمبر خدا گفتم بهترین زن همون زنی است که شوهر نگاهش کنه و را خرسند میسازه، امرش کنه چی اطاعت بجا میاره، در غریبی شوهرش چی او را محافظتش میکنه. برای همین برادران عزیز اینجا اکای دوملو هستن، من میخوام که با رشته سخن به اکای دوملو میتیم و جوانانی که در اینجا هستن. او حضرت اقبال میگن نوجوانی را که بینم به ادب، روز من تاریک میگرده چه شب، تابوت در سینه افزاید مرا، یاد اهل مصطفی آید مرا. جوانان زمان پیغمبر قداشون یک وجه بود، لیکن همت آنها داشتن، غیرت آنها داشتن. دنیا امروز در پیش آنها قایل است. جوانان ما باید پیروی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشند. جوانان ما باید الگوشون، زندگیشون، برنامهشون، هستیشون روانه به سوی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشد. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه میگه خدا. برای شما در زندگی الگوی زندگیتون چی باشه؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یگان تا گوشت را میاد در دستش میگیریم، اول در دهان حضرت عایشه مادرمون میمون، از همون جای گزیدگی حضرت عایشه مادرمون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگزیدن. یگان شیر را می آوردنش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه مادرمون روانه میکردن. همون جایی که میشه همون جای نوشیدگی حضرت عایشه مادرمون چی پیغمبر در حولیش مسابقه میکردن قطع حضرت عایشه مادرمون. میگه که از حضرت عایشه مادرمون میگه من وقتی که پیغمبر یاش گوشون که کلان مقصد که جوان بودن، پیغمبر در مسابقه از من میگذشتن و آخر بعد پیغمبر اکرم از پیغمبر در مسابقه من میگذشتن. پیغمبر خدا میگه ای عایشه او برنامه و ای برنامه برامشه. برای در زندگی باید ما زندگی و عاشرهونه بالمعروف خدا میگه. در زندگیتون با زناتون معامله خوب، زندگی خوب، رفتار خوب، گفتار خوب، که بعدی کم جدای یکی خدا نکنه مرد جدامونم که کرد همون زنه کم بعدی ما بگه که خدا رحمتش کنه. خوب آدمی خوبه، خوب آدمی بده که جاش خالی بیابده.